ما هیچ وقت این قضیه رو فراموش نمی کنیم. بارها هرچی من بگم هنوز کمه. انشاءالله اگه حالی بود یک وقت شرح میدم. میرزای شیرازی فحل الفحوله، میرزایی که شاگردش آخونده. آخوند 4 سال درس میرزا رو درک کرده. وقت شده آخوند خراسانی. ریشه افکار ناینی افکار میرزای شیرازیه. و میرزای شیرازی با اون عظمت، با اون علمیت، با اون موقعیت، اواخر دیگه دست کسی به دامن میرزا نمیرسید. در بسته بود، فقط خواصی، اونم مثل سید محمد فشارجی، مثل آمیز منطقی شیرازی، اینا راه داشتن پیش میرزا. یک شیخی با لباس مندرسی آمد در خانه میرزا، گفت من میخوام میرزا رو ببینم. اون خادم گفت چی میگه شیخ؟ اینجا اعلام میان، فرصت دیدار نیست. تو میخوایی بری میرزا رو ببینی؟ اون نوکر میرزا گفت شما فقط برو به میرزا بگو فلان شیخ فلان دم داره. اینم آمد به میرزا گفت. میرزا یک مرتبه پریشان شد و لباساشو پوشید و عمامشو به سرش گذاشت، خودش آمد به استقبال. شیخ با لباس مندرس را آورد بالا دست خودش نشون، با کمال ادب مقابل این شیخ نشست. همه گیجه، یعنی چی؟ قضیه چیه؟ این کیه؟ مدتی با میرزا صحبت کرد و بعد هم حرکت کرد رفت. میرزا آمد به بدرقه‌اش تا در خانه. اساطین شاگردان میرزا بعد گفتند این رفتار شما چه بود؟ این مرد که بود؟ هی دیدن میرزای شیرازی حسرت میکشید. اینا رو خوب فکر کنی. میکشه. و میرزا هم هیبت و عظمت علمی شعوری بود که شاگردها چون مقام رو میشناختن خیلی ملاحظه میکردن. بعد از مدتی که میرزا به حال آمد گفت فقط خلاصه شو بگم، من آرزوم اینه که همه درس هایی که گفتم، همه شاگردهایی که تربیت کردم، همه فتواهایی که دادم، همه رو از دفتر من به دفتر این شیخ منتقل کنن. فقط کاری که این شیخ کرده به دفتر من منتقل کنن. این دیگه بیشتر مبهوت کرد حضار رو. گفت داستان اینه، این آقا هم مباحثه من بود. یک روز آمد پیش من گفت من دیگه میخوام برم. گفتم کجا میخوای بری؟
گفت میخوام برم فلان منطقه تو یک دهی زندگی کنم. گفتم تو با این استعداد راقی تو آینده مقاماتی داری، چطور میخوایی بری اونجا؟ گفت دیگه وظیفه‌مو تشخیص دادم، باید برم. گفت این شیخ رفت، حالا فکر کنید چه کردن اینا. این چند روزه میگذره، حسرت میمونه. گفت این شیخ رفت اونجا، کارش این شد، اعلان کرد، گفت ایها الناس، من آمدم آخوند مکتبیم، بچه هاتونه بفرستید من قرآن یادشون میدم. تمام منطقه سنی بود، یک شیعه نبود. اعلان کرد، گفت پولم نمیگیرم. خب مردم آبادی ها از خدا میخواستن یکی بیاد بچه هاشون رو یاد بده قرآن رو، اونم مجانی. اون مردمی که دلشون به کمترین پولی بسته بود. گفت این در اون محل کارش این بود، مکتب درست کرد تو مسجد. شبها میرفت این نونهای خشکی که خانه ها دور میرختن اینا رو جمع میکرد، با او زندگی میکرد. بچه ها رو شروع کرد به قرآن یاد دادن، بچه ها رو به مهر امیرالمؤمنین تربیت کرد. حالا کاری که میرزا میگه اینه، این بچه ها کم کم رفتن پدرها و مادرها را عوض کردن، تمام اون منطقه را برگردانده این آقای شیخ شیعه کرده، اونم به این کار. حالا این چه کرده؟ روز قیامت این شیخ وقتی سر از قبر در بیاره 1000 تا مثل ماها خاک پای او نمیشی. هنر اینه، این رفت اینجور کار کرد. در این دهات نباید کوچک شمرد، میشه اینجور کارها کرد.